سلام رفقا. اگر دنبال یه فیلم متفاوت میگردی که نه فقط اکشن باشه، نه عاشقانه و نه صرفا تخیلی، فیلم گرج یا همون تنگه چیزیه که باید ببینی. از همون لحظه اول فیلم حس میکنی که داری وارد یک دنیای عجیب و مرموز میشی. یه دره عمیق، یه پایگاه نظامی، دو نفر که از دو سمت این دره مراقب یه چیز ناشناخته‌اند و فقط با سلاح و سکوت دارن جلوی یه تهدید نامرئی مقاومت میکنن. اینجا خبری از صحنه‌های کلیشه‌ای و دم دستی نیست. برعکس، فیلم تو رو میبره توی فضا که هم حس تعلیق داری، هم قشنگ درگیر شخصیت‌هاش میشی. مایلز تالر و آنیا تایلور نقش‌های اصلی رو بازی میکنن و باید بگم بین این دوتا یه شیمی خاصی هست. از اونایی که بدون اینکه چیزی بگن با نگاه یا یک حرکت ساده همه چیز رو منتقل میکنن. فیلم یه جورایی با شما بازی میکنه. یه لحظه فکر میکنی داری به یک فیلم جنگی نگاه میکنی و یک لحظه حس میکنی وسط یک داستان عاشقانه که یک باره فضا تاریک میشه و به سمت شام و بقا یا حتی ترس روانی میره. کارگردان فیلم اسکات درکسون است که قبلا فیلم دکتر استرنج و د بلک فون ساخته و اومده یک بار دیگه تجربه خاصی رو بسازه. از لوکیشن گرفته تا صدا برداری و فضا سازی، همه چیز به شکلی مرموزه. از اون فیلم هایی که نه فقط تو لحظه جذب میشی، بلکه بعد از اینکه تموم شد ذهنت هنوز درگیر چیزی میشه که چه چیزی من تا حالا دیدم، چرا اینجوری شد، اصلا آخرش چی میخواست بشه. یه نکته مهم هم این که فیلم پر از جزئیات، پس اگر حواست پرت بشه ممکنه یه چیز مهم رو از دست بدی. پیشنهاد من اینه که فیلم رو با تمرکز ببین، با یه سیستم صوتی خوب یا حداقل هدفون، چون صدا توی فیلم نقش زیادی داره، علل خصوص تو القای حس ترس و تنهایی. در کل گرج یه فیلمه که ارزش وقت گذاشتن داره، خاصه و فضاش فرق داره. اگر دنبال یه چیز تازه میگردی که با بقیه فیلم های این ژانر فرق داشته باشه باید ببینیش. اگر دیدیش حتما برام بنویس و حسی که بهت داد رو توضیح بده. مرسی که تا اینجا همراه بودی. اگر خوشت اومد لایک یادت نره، سابسکرایب هم بزن که نور علم